السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با کل مردم مسلمان. انشاءالله که خوب هستین. خداوند همه وقت خوب باشین. در این نوتینجا خدا همه تا نگهبان باشه. خداوند برای کار نصیب تام بگردونه. خداوند دشمنات چشماش کور بگردونه. برادر عزیز، ویدیو به حد مهمه. اول خواهش میکنم به خاطر همین مادر، همین خواهر، همین برادری که اویلش پاسپورتاشون گم کرده، به خاطر همین برادر عزیز ما و شما سبب میشیم که همین برادر پاسپورتش میام مشکلیش آسان نشه و خیلی بو کارش پیش میره. به همین خاطر برادر روز سیم در ایرپورت ژوکووسک تاجیکستان میاد، اویلش خطی دخترچش در همونجا پاسپورتاشون گم میکنن. به خاطر الله برادر عزیز از همه خواهش میکنم که چقدر که میتونن ویدیو رو لایک مونید پدلیت سرچ کنین که تا همین برادر همین شاید اون کس یافته باشش، همین برادر در زنگ بزنه و پاسپورتش همین برادر مقصد رفته بگیرن همینجا که شاید اون کس یافته باشه. به هم خاطر خواهش میکنم شاید که همون کارگرایی که در ژوکووسک که ما را تماشا کنین، برادرای تاجیک خدمت، اگر یافته باشین یا چیکار باشین در همین برادر زنگ بزنه. ان که برادر رفته انا همون پاسپورتش بگیره. برادر عزیز خواهش میکنیم این همین ساعتی دخترش خیلی اویلش خوب نمیشید مونیم تا دخترش میمونم سال تولد همشم اویلش هم سال تولد همشم میمونم جا و نمره تلفنش هم میمونم. برادر عزیز به خاطر خدا چه خدری که میتونین همین ویدیو رو دستگیری کنین، با دیگران روان کنین، لایکش مونه به حد خوب میشه. الله از همتون راضی باشه. برادر عزیز خداوند همتون نگهبان باشه. بعدم برادر عزیز سری مسئله دیگه مثلا میریم. کسی که گرانیس میپرسیدیم برادر عزیز همکاری ان شاء الله قطعی اکا میکنیم همکاری. کسی که گرانیس در کار برادر عزیز میخوام که گرانیس گذاشتن این همین دو نمبر همینجا میمونم اکا ای متروی توپلیستان، ای متروی آنینو، ای متروی کاتلنیکی شما را میتونه که بگیره با گرانیس برای کدومی که به دکمنت ای مسکو و مسکوسک اوبلاست شما را میتونه بگیره با انا گرانیس ببره با تا همین مترو بیاره بمونه به دکمنتر. ان شاء الله رفته در خونش میگیرم میاره. اینامی کانال خیر مهاجرت زنگ بزنین ان شاء الله که ما با در خدمت هستیم. الله از همتون راضی باشه. هر کجای هستین خداوند همه وقت نگهبانتون باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با نگفتن من برادر عزیز بخشش عذر زیاد نمره که در پایین نمره اویاکس خدمت زنگ بزنین بلیتو با تمام دنیا هسته. ان شاء الله که ما خدمت در خدمت هستم. الله از همتون راضی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.